ترتیل میگه یعنی معناش اینه که یعنی تجوید عبدالباسط برین یا که مثلا فلان با این خاص مثلا یعنی قرائتت قبول نمیشه تا که مثل شیخ علی حذیفه با این نخونی هوای به عمرت گذشته میبرد این خودش نمیتونه یعنی ها نه شرط مثلا وقتی که تجوید میگویم همین حرف های درست برآورده همین کلمه های درست خونی کفایه وای شرط مثلا یعنی المت باید که همین مت باشه تا شمردن در کار 1 2 3 4 5 اگه جای قانون قاعده ها اومده یعنی شیخ ابن باز صدها بعد از وفات شیخ ابن باز اومده جامعه اسلامی انده محاضره القا کرده بود یکی از روزها میگه شیخام میگه شیخ ابن باز رحمه الله مسجد رسول صلی الله علیه و سلم گذشته استاد استاد میگه یک قاری یک موسفید دست بگرفته که وای به تعلیم دوساس هم یک حرف اومده که میگه یک کلمه وای موسفید هیچ نطق کردن نتونست وای حرفه وای گشته و گشته تکرار کرد وای موسفید وای رفته که کجا میره تو میخوای که خود تو باید خوند یعنی که جند اومده که باید که همه قرائت تو باید خوندنش در کار وای موسفید نتونست همین قدور میدونه همین حرکت کرد و نشد شیخ ابن باز استاد میگه کمتر نگاه کرد وای سون اومد میگه آخر میگه این خیلی عذاب میتی خلاص قرائتش صحیح به این چیز کردی گویا وای شیخ ابن باز میگه که عاد میگشت هیچ کس نمیگفت که وای مفتی وای رئیس جامعه اسلامی گفته هیچ کس فکرام نمیکرده میگه نمیگه را واکور اپای خودش هم میگه این قرائتش غلط میگه میگه اگر همین خیلی نماز خونه چیکار میگه نماز خونه نمازش صحیح نمیگه نه میگه حتی من تو با این گفته نمیتونم میگه تو با این خونده نمیتونم میگه شیخ ابن باز میگه این خیلی باشه مشکل میگه نمازت غلط میگه تو قرآن خونده نمیتونی میگه شیخ ابن باز شیخ ابن باز تبسم میکرد میبره ها نه نوبینا یه شیخ مدینه اند یعنی وقتا نایب مفتی مملکت عربی سعودی رئیس جامعه اسلامی نایب رئیس مجمع فقه الاسلامی یعنی کیه سونو آدمای قریب میاد که ترا میدونین که میگه فلان فلان گفت نجاش خسته اومده میاد که نه من غلط کردم قرائت صحیح میگن فهمید همین یعنی این چیز یعنی قرائت مثلا وقتی که تجوید میگیم همین اهم میشه حرف درست نطق کرده کلمه های درست نطق کنه کفایه میکنه خلاص اما تمام مثلا احکام های مثلا قوانین تجوید اگر مراعات کردن این حتی که امام احمد رحمه الله بعضی هم چیزایی میگه که یعنی از قفای بعضی هم خیلی آدمایی که یعنی غلو میکنه اعوذ بالله خیر قفای من نماز نمیخوند رحمه الله و ابن القیم رحمه الله و ابن جوزی تلبیس ابلیس هم ذکر میکرد بعضی قاری ها به تلبیس ابلیس میگن این چیکار میکنن میگن یعنی هم غمش از تلاوت قرآن یعنی همین تجوید به نگاه کردن وای چی خونساز عذاب دربارش خونساز ثواب دربارش خونساز درباره جنت خونساز درباره دوزخ خونساز نمیدوند اهم میشه باید که تیری کمان باید همین قلم تیز بین حرف برآمدنش در کار حکم خیلی بعضی یعنی همین حرف خطا کرد حرف گشته دیگه میخوند یعنی کامتر مثلا از مخرجش نبرد اول قرائتش غلط میشه دیگه میخوند یعنی وای گویی که درباره چی خونده درباره دوزخ خونده درباره جنت خونده دیگه نمیدونه ها هم میگن درباره تجوید میبرفته یعنی این غلط این نادرست این کار ما قرآن میخونیم اساس قرآن خواننده باید که معنا به اهتمام دید درباره دوزخ درباره جنت درباره عذاب درباره ثواب درباره رضای الله تعالی درباره غضب الله تعالی همینا به اهتمام دادن در کار برای رسول صلی الله علیه و آله میگه که اگر وقتی که درباره عذاب خوندید از الله تعالی چیکار کنید پناه طلبید درباره رحمت خوندید از رحمت الله تعالی پرسید همین چیزای آدمی که تجوید به تون داده شده برفتگی نمیدوند یعنی و غنه ادغام این چیزایی که همین باید که نه این چیزا مثلا اینقدر آدم این به سخت مثلا چه ترکیز نمیکنه یعنی الحمدلله همین درست مثلا نطق کنه برای شیخ ابن تیمین رحمه الله میگه که حرکت غلط مثلا جای فتحه به ضمه خونید یعنی این غلط نه باید که مثلا فتحه جاش به فتحه ضمه جاش به ضمه کسره تشدید جاش به تشدید برای معنی تغییر مییابه معنی اعوذ بالله مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین با تشدید میخونیم اگر تشدید افتاد ایاک گویم ایاک نام شمس میشه اعوذ بالله یعنی گویا که میگویی که ما آفتاب رو پرستش کرده آفتاب مدد میطلبه معنی تماما تغییر مییابه باید که من چیزا با اهتمام تیم یعنی حرکت های فتحه جاش به فتحه ضمه جاش به ضمه کسره جاش به کسره تشدید باشد تشدید کفایه همین اما این غنه ادغام این چیزا یعنی اینقدر سخت اهتمام نمیتونه این چیزا بوده اما مثلا مد لازم مد واجب این وقف این چیز مثلا با نماز باشه چی مثلا حرکت تغییر بیاره امام خلاص حرکت رو تغییر نه وای نادرست باید که امام به نصیحت کرد شاید که بگم که یعنی این همین چیزایی که خونده سوده اینا درست کنی اصلاح کنی یعنی همین چیز اصلاح کن از شاهد هم به شیخ ابن تیمین رحمه الله به وقتی که همین سوال میتیان ورتل القرآن ترتیلا میگه
همین مثلا یعنی همین بتون چیزها من فکر میکرد که درباره تجوید شیخ میگه که نه این درباره تجوید نمیگه حکم تجوید میگه یعنی مستحب مثلا این چیز اما این آیت معناش ورتل القرآن ترتیل معناش مثلا چی آیاتای جاش با خوندن تقدیم تاخیر نه جای عذاب به ثواب نمیمونه جای ثواب به عذاب نمیمونه همین معنای ترتیل هم به رسول صلی الله علیه و سلم میگه که حدیث جابر ابن عبدالله سنن ابو داوود و غیر ابو داوود آمده میگه که ابو داوود جابر میگه که ما قرآن خونده استاده بودیم بین مونده که بود میگه اعجمی بود عربی بود میگه که یعنی اینا فرق میکنه عربی عربی مهاجر قریشی انصاری قرائتشون فرق میکنه داخل قریشی‌ها زبون خودشون نازل شدگی عجمی چی عجمی دیگه اومد رسول صلی الله علیه و سلم که اقرأوا میگه خونتون میگه همتون خونتون المهم خوندگی خوندن گران میگه و الا میگه سیاتی زمان میگه سيقرؤون أناس قرآن میگه ويقيمون حروفه كإقامة القدح وفي رواية كإقامة القدح وفي رواية أخرى كإقامة السهم يستعجلون به ولا يؤجلونه خونت میگه خونت حاضر میگه برای که زود زمان میبیاد که میگه همین خیلی آدما پیدا میشد که قرآن همین خیلی میخوند که حروفش اقامه میکند تیری کمان چخل چیز راست علمی خیر راست نطق میکند یعنی حیران میشد ام نطق کردن حرف وی آدمه باشه یستعجلون یعنی چی میکنن ویا تعجیل یعنی همین دنیون ده میخواهند یعنی قرآن خوندگیشون به همین دنیونده کار حل کردن یعنی هم به اپشت خوندگیشون پول گرفتنی خود نشون دادنی یعنی من بین تو که من خوش رو همین فقط هم غم دنیا ولا یؤجلون تعجیل چی روز قیامت به هیچ نمیمونن همین حق رسول صلی الله علیه و سلم میگه که از همین لا میگه لا یتجاوزوا حناجرهم با قرائتشون از همین جا بالا نمیره بالا به نمیبره دستمون به نمیبره یعنی قبول نمیشه عملی قرائت بیان همین با آدم قرائت کردن از همه پیشترین چیز یعنی درست خونده سونه تعامل میکند معنای قرآن تعامل میکند که بسم الله الرحمن الرحیم اینجا معنای بسم الله الرحمن الرحیم چی معنای بسم الله الرحمن الرحیم چی علم اساسی معنای قرآن با آدم احترام میکند نه یعنی قرائت مثلا درست میکند معناش اینه که مثلا من فتح و ضمه یک کار نه درست مثلا خوندن همین خیلی که الحمدلله رب العالمین یعنی الحمد نه که الحمدائل یا که الحمدی نه هم جوش خیلی که اومدگی الحمد لله مثلا نه یعنی الحمد مثلا بعد مثلا های گفته میتواند بعد های سال نمیگوید یعنی المهم ها برامد کفایه یا که مثلا حروف تنفیس گفته گیان سین مثلا 20 گوی یعنی یک روز تعلیم میتید برای سینت نطق کردن 20 خودی که وای چیکار دادن تصویر یعنی چی میگه دنه وای چی میگه که وای حیوانات دعوت میکند که یعنی درسیروفکه یعنی وای مثلا چیز عموما مثلا یعنی چی یعنی این بسیار مبالغه کردن درست این چیز ببین الحمدلله رب العالمین عیننده مثلا بعضی آدمو فرقی بعضی میتواند بعضی نمیتواند بعضی حقیقی از مثلا قعر مثلا حلق میبره بعضی نمیتواند بعضی یعنی الشاهد وقتی که من عین بریم برآورد که پوینگ میکنه بای معنی نه من چیزا به حرکت میکند بعد لیکن بعضی آدم‌ها که نمیتونه حتی مثلا مثل آدم‌هایی که مثلا راه گفته نمیتونه یعنی مثل یکی از نحات‌ها خلیل بود که بود عموما حرف را گفته نمیتونست یعنی برای ما وقتی که شعر مینویس حرف را نمیگرفت شعر مینویس به حرف را فهمیدی یعنی باید چیکار کنه آخر چیکار کنه یعنی حرف را شنونده نشود وای با چیکار میکنه یعنی بعضی آدم‌ها که خطا نمیتونه مثلا برای همین شیخ عبید الافغانی بود شیخ عبید الافغانی رحمه الله وفات کرد تاگی چی نمیشیشت روضه نزدیم چی میشت رحمه الله همین همین آدم ماشاءالله یعنی بسیار آدم تکلف دور بود همین حتی میگفت که ذات کتی ادغی های که یعنی ظالین کتی ظالمین کتی ظالین هر دوش میگفت فرقش یک مخرج میگفت همین من میگفت همین شیخ ابن باز با گفتم میگفت شیخ ابن باز با گفتم میگفت شیخ ابن باز همین تاکید کرد میگفت که صحیح ما گفتم شیخ حتی گفتم زی عادی هم گفتم اگر شیخ ابن باز میگفته همین شیخ ابن باز اقرار میکرد شیخ ما صحیح میگفت شیخ ابن باز همین خیلی مثلا آدمی از تکلف دور بود میگفت رحمه الله آدمای عذاب نمیداد میگفت
یعنی یک حرف بس هر 4 وقتی آدمای میگرد این قاری ها یعنی هم خیلی میدونیم یعنی ما سوریانده شیخ سکر گفته که یکی قرای شام بود قرای شام معروف بود رکن دینان میستاد باب صلاحی چنده شیخ کبیرانه میستاد شیخ اکبر یعنی موحدینان میستاد همیننده یعنی معروف قاری بود همیننده وقتی که قرآن خوندیم اجازه داد ما به سون نزد شیخ کریم راجحی گفته که حافظه مسجد کویتی درس میکرد و مسجد شام دمشقنده نزد وای برفته اوایام مثلا قرآن گرزون دانشتیم یک بدو مهنده گفت خونت گفت از اول قرآن و برادرها بودم و 5 6 وقتی که سوره فاتحه خوانم میگه شما اصلا قرائت کردن نمیتونه تو میگه شما یعنی ما اجازه گرفته ما گفتیم که ما شیخ سکر اجازه نشه میگه شیخ سکر خودش اومده من درس گرفتنش در کار میگه وای قرائتش درست نمیگه ما گفتیم خلاص وجد نیست گفتیم بعد برای همین این چهل مثلا این خیلی غلوب کردن شدن غاز میرم برا حاضرات میرم همین با الشاهد مثلا جنده چلتم علمی نعم همین قرائت ها مثلا همین حرف سوره همین حرکت ها جواب آورده خوندن سوره اهم شی معناش بفهمیدن برای همین یعنی برای همین مسلمان اومدگی حدیث مسلمان اومدگی حدیث علی بن عبد الرحمن بن یعقوب الحرقی عن ابيه عن انس بن مالک رضی الله تعالی عنه انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگه که 3 چیز میگه نمازنده نماز منافقه بیان میکند نماز منافق چی خیلی نماز منافق میگه یکمش چی میگه ينتظر حتى تصفر الشمس ثم يقوم فيصلي كما ينقر الديك ولا يذكر الله فيها الا قليلا 3 چیز منافق چیکار میکرده است نماز وقتش به اهتمام نمیدهد یعنی عصر شده استاد است پای دراز کرده میشینه نمیخواد وقت حتی که آفتاب روی همین زرد شده شیشتان به تیار میشد میخونه میخیزد از جاش وقت نماز شد میگه دویم چیکار میکنه سونه مثل دیک خروس ای که مرغ خیلی دم میخوره انا میخوام مثلا میپاتد و میگه که چیکار کرد الله اعلم تیز میخوند یعنی ارکان نماز به ابدا اهتمام نیست رکوع طمأنینه بعد الركوع اعتدال من يعني خاصة أركان 5 يعني ركوع اعتدال من الركوع سجدتين الجلسة بين السجدتين عنده اهتمام نیست خیلی وای رکوع برافت خیلی سجده برافت اسپید نکارید شما خفای وای افتاده میمونید یا خفای وای نماز میخونم نمیتونه اسپید کنه نمیتونه سیمیش لا یذکر الله فيها الا قليلا الله ذکر نمیکند یعنی تماما یاد خیال دیگه جونده یعنی یاد خیال دیگه جونده فهمیدم چی حاضر ما درباره این چیزی شده گفته استادیم درباره چی ذکر الله تعالی هم به بعض آدم میگه که من نماز خونده استادم نمیدونم سوره فاتحه خوندم یا نه من نمیدونم که میگه زام سوره کردم یا نه من نمیدونم میگه سجده سبحان ربی الاعلی گفتم یا نه چی برای که معناش نمیدونم این چیزایا برای که همین مثلا منافق با نشودن باید که همین سوره هایی که میخونیم که الفاظایا یعنی سوره فاتحه و سوره چیزای همین باید که معناش فهمه ولی شیخ گفت که معناش کتی تفسیرش کتی برای ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صنعان سبولانه میبیارد که میگه که ابن مسعود رضی الله تعالی میگه که ما 10 آیات بسیار نمیگرفتیم از 10 آیات بسیار نمیگرفتیم هم 10 آیات گیریم تا و معناش تطبیقش تفسیرش عمل نکنیم 11 آیات نمیگذاشتیم هم باید که انسان چه آیاتایی که میخوند سوره فاتحه سوره اخلاص سوره فلق سوره ناس مثلا هم میشه معناش دوند نمازم خونتای چیزی معناش دوند همین نمازش درست میشه ان شاء الله والحمد لله